در تخت جمشید ما با یه سری تخریب مواجهیم و در کنار اون با یه سری ساخت و ساز. هدف از انجام این کارها، یعنی این تخریب و در کنار اون ساخت و سازهایی که تو تخت جمشید شده چی بوده؟ چون اغلب احساس میشه که فقط بردن از یک بنایی که باعث جعل میشه، ولی ما در تخت جمشید میبینیم که حتی اضافه کردن یه سری موارد به این بنا باعث این جعل شده و دامنه این جعل گسترش داده. این بحثی است که بسیار طولانی و ریشه داره و به سعی برمیگرده که دانشگاه‌های اروپا در تعویض و جابجایی مبدأ تاریخ ایران انجام دادن. تمام این کوشش بر این به اصطلاح مقدمه استوار بوده که ایران پیش از هخامنشیان فاقد اعتبارهای تمدنی و تولیدی و تجمعی و هنر و دانش و صنعت و غیره بوده و آنچه که ایرانیان باید و میتوانند بهش افتخار بکنن تاریخی است که از هخامنشیان آغاز میشه. پس بنابراین هر چیزی که حکایت بکنه که در ایران یک هستی هویت توأم با هنر و صنعت و دانش و تکنیک و قانونگذاری اون، یعنی اون واقعیتی که هست و میشه اثبات کرد، هر علائمی که از ایران پیش از هخامنشیان بخواد چیزی در خودش داشته باشه باید اون علائم محو و حذف شه تا بتونه آقای هخامنشیان به عنوان آغاز تاریخ یه ملتی معرفی بشه. این کاریست که کردن و فقط منحصر به تخت جمشید هم نیست. چرا ساخت تخت جمشید نیمه کاره به حال خودش رها میشه و بعداً هم کسی نیست که دیگه این بنا رو بیاد و ادامه بده؟ ببینید، فهم پاسخ این سوال شما هنگامی آسان میشه که بیننده بپذیره که مجموعه تخت جمشید یک مجموعه نیمه کار است، چیزی که ما اطمینان قطعی داریم و خواهان رسیدگی بهشیم و حتی یه هیئتی رو از نظام مهندسی ایران به طور رسمی دعوت کردیم به بازدید همین عیوب در تخت جمشید و اونها به طور رسمی به ما پاسخ دادن که این مجموعه آنقدر عیوب معماری توش زیاده که نمیتونه یه مجموعه تموم شده باشه. آنگاه سوال گردن کلفت این وسط سر بلند میکنه که میپرسه چرا این همه سرمایه گذاری و این همه کار مادی و این همه سعی و کوشش و این حجاری و این سنگ حمل کردن ها، درگاه ساختن ها و غیر و ذالک، چرا اینها به خودش رها شده؟ چرا این سرمایه گذاری ندیده گرفته شده؟ چرا هیچ وقت کسی این کار را ادامه نداده؟ آنگاه در بررسی مسئله به یکی از فاجعه بارترین حوادث تاریخ بشری که بهش میگیم قتل عام بزرگ پوریم که در منطقه شرق میانه در دوران حکومت خشایارشاه انجام شده و منجر به نابودی و نسل کشی کامل انسانها در منطقه ما شده، کسانی که در مقابل تسلط هخامنشیان دفاع میکردن و مقاومت میکردن و ایستادگی میکردن، طی یک برنامه بزرگ از پیش طراحی شده بسیار بسیار خشن و پر از خونریزی بیرحمانه است که اشارای خیلی آشکار و مفصل و توضیح دهنده در فصل استر کتاب تورات هم وجود داره. یک چنین نسل‌کشی در منطقه ما انجام شده. همزمانی این نسل‌کشی با نشانه های دیگر تاریخی و از جمله متوقف موندن ادامه ساخت تخت جمشید به راحتی بیان میکنه که سازندگان بنای تخت جمشید هم در زمره کسانی قرار داشتن که باید معدوم میشدن در این نسل‌کشی. یعنی هنرمند و حجار و بنا و معمار و طراح و هر کسی دیگه که در این محوطه مشغول کار بوده ناگهان مورد هجوم قرار گرفته و همه قتل عام شدن. و یعنی محاله که یک حجاری که داره مثلا یه دایره میان یه گل یا گلبرگشو در میاره نیمه کاره رهاش کنه. چنین کاری نه فنیه نه هنرمندانه است نه اصولا سابقه داره. کسی که داره یه کار حجاری رو انجام میده اون کار رو تمام میکنه، کارش رو ترک میکنه. این هخامنشیان چه ماهیتی دارن و برای چی نسل کشی رو مرتکب شدن؟ اساس قضیه اینجاست که هخامنشیان یک بازوی اجیر شده نظامی برای یهودیان، برای به وجود آوردن امکان تجدید سازمان و تجدید حیات و تجدید بنای اورشلیم و
معدوم کردن تمدن‌های منطقه که یهود بتونه از اون پس با آرامش و اطمینان خاطر در منطقه زندگی کنه. این قضیه چنان که باز دلایل متعدد میتونیم ارائه بدیم منجر به خیزش و مقاومت عمومی تمام اقوام منطقه علیه هخامنشیانی که بازوی نظامی یهودن میشه. این مقاومت تا اونجایی پیش میره که نزدیک به شکست برنامه یهودی ها میشه و چیزی نمیمانه که دو مرتبه یهودی ها احساس خطر میکنن که یک بابل دیگه و یک اسارت دیگه در راهه. اونگاه چنان که تورات میگه اینا تصمیم میگیرن که یک خونریزی به شکل کودتا را بندازن که به اسمش میزنن پوریم و بقایای موجود در منطقه اثبات میکنه که این حادثه رخ داده. چند سال حکومت میتونیم برای هخامنشی‌ها در نظر؟ هیچ سالی حکومت نمیتونیم چیز کنیم، جنگ دقت میکنه، هیچ سالی تسلط نمیتونیم برشماریم. هخامنشیان از لحظه ورود به منطقه با مقاومت منطقه روبرو بودن تا پوریم. تصویر دقیق این مقاومت در کتیبه بیستون داریوش ثبته. اونجا 30 تا ملت را برمی شماره که دائما با او در حال جنگ بودن. پس این آدم که 30 ملت به دفعات باهاش می جنگن کی وقت داشته حکومت بکنه؟ پس خود این مسئله و نیمه کار بودن تخت جمشید نشون میده که اون تصاویری که در تخت جمشید در سکوی اطراف بنای آپادانا هست و دال بر تسلیم ملت‌های منطقه به او هست که دارن براش هدایا میبرن، همه اینها مسائل رخ نداده در تاریخه. چون اگر اون تالار هرگز ساخته نشده پس اون مراسم هم هرگز اتفاق نیفتاده دیگه. پس شما اصلا نمیتوانید در تاریخ امپراتوری هخامنشیان معرفی بکنید چون مرکزی براشون ندارید، آثاری از این تسلط در منطقه ندارن. تنها و مهم و معتبرترین جایی که تا حالا معرفی کردن تخت جمشیده که تخت جمشید هم یک بنای کاملا در ابتدای کوشش برای ساختش متوقف مانده و ما هیچ مرکز دیگه هم از اونها نمیشناسیم. بنابراین این حکومتی حتی سکه ندارن. این چه امپراتوری است که نمیتونه سکه برای از خودش به تاریخ معرفی بکنه اما 127 ملت رو تسخیر کرده و امکاناتشون در اختیار داشته؟ اینها افسانه های یهود ساخته است و همش به قصد اینه که اون ماجرای رخ داده و اون قتل عام وسیع و پردامنه پوریم مخفی بشه. این جعلیات رو کی وارد دانشگاه‌های اروپا و آمریکا. یعنی همه اینا رو دانشگاه اروپا؟ بله کل اینها به وسیله دانشگاه‌های آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا انجام شده. چیزی که در این جعلیات بسیار بسیار جالب توجهه اینه که نویسندگان این تاریخ‌های پر از مجعولات و پر از حقه بازی، اینجا فقط باید گفت حقه بازی، شیادی مطلق، نویسندگان اینها هم از اینکه روس بودن یا آلمانی بودن یا فرانسوی بودن یا انگلیسی بودن یا آمریکایی بودن در یک چیز وجه مشترک دارن، یعنی در دو چیز. یک، همه یهودی هن. پس پنهان کردن مسئله پوریم جزو خواسته های قومی و دینیشون بوده. دوم اینی که علیرغم این که همین آقایون احتمالاً در مورد مثلا تاریخ و علل بروز جنگ جهانی دوم هیچ توافقی نظریاتشون با هم دیگه نداره، یا در مورد تمدن یونان باستان یا در مورد تمدن روم باستان نظریاتشون هیچ همخوانی یا همسانی با هم نداره، عجیبه که این مجموعه، این پکینگ مورخین و باستانشناسان و ایرانشناسان و معرفتکارا و هنرشناسانی که در مورد شرق میانه و ایران اظهار نظر کردن یا مطلبی نوشتن همه با هم موافقن، هیچکی مخالف اون یکی نیست، همه از یک مبنا و از یک به اصطلاح مبتدا صحبت میکنن، گویی یک متن رو دارن میخونن، هیچ کس نیست که معترض اون یکی